اجر عمل کننده به اندازه اجر 50 نفر است. بعد از سقوط دولت تو امت اسلام با گفتن اخلاق ها روزی خود را می‌نگرد. الله اکبر، لا اله الا الله. این کار برپا نمودن دین الله و جاری کردن احکام او می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به همراه اصحاب گرانقدر خود به قبرستان تشریف بردند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود: سلام بر شما ای سران گروه مؤمنان، ما انشاءالله به شما خواهیم پیوست. دوست دارم که برادرانم را ببینم. گفتند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آیا ما برادران شما نیستیم؟ فرمود شما یاران من هستید و برادران من کسانی می باشند که هنوز نیامدند. در روایت دیگر آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: زیرا پس از شما ایام صبر می آید. کسانی که در آن زمان صبر کنند مثل شخصی است که یک پاره آتش را به دست گرفته است. برای شخصی در آن زمان عمل کننده پاداش به اندازه پاداش 50 نفر می باشد. گفتند ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، پاداش 50 نفر ما است یا از خودشان؟ فرمود نه، بلکه به اندازه پاداش 50 نفر شما. یا الله، چقدر سخنان زیبا و شیرین. مزد 50 نفر از یاران پیامبر اکرم. بله، مزد 50 نفر. آیا ما از این گروه هستیم؟ یا پیوسته با خودت میگویی که تغییر و دیگرگونی مسئولیت تنها من نیست؟ بگذار تا تکبری را کنار بگذاریم. بگذار بی‌باکانه و واقع بینانه به وضعیت موجوده اما نگاه کنیم تا بیدار شویم و به امر امت و پوچی و نابودی که در آن دست و پا میزند بپردازیم. وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب